به کانال مشاوره رابطه خوش اومدید. سلام رفقا. تا حالا شده فقط یه ذره بهت توجه کنه بعدش یهو دلت بره و با خودت بگی همین بود خودشه؟ یا یه نفر باهات خوب حرف بزنه و 2 شب باهاش توی ذهنت زندگی مشترک بسازی؟ اگه آره این ویدیو دقیقاً برای توه، چون قراره بریم سراغ 10 دلیلی که باعث میشن خیلی زود، خیلی راحت و خیلی زیاد عاشق بشیم و اینکه چطور میتونیم از این چرخه خسته کننده بیرون بیاییم. شماره 1. شرطی شدن به عشق. بعضی از بچگی شرطی شدن به این که باید تو رابطه باشن. هی عاشق میشن، هی دل میبندن و هی دلشون میشکنه. اینا دنبال عشقن، نه از ترس تنهایی، بلکه چون عشق براشون شده یه نیاز دائمی. ولی خب رابطه های سطحی خیلی زود تموم میشن. مورد بعدی اینه که بعضی ها راحت وارد رابطه میشن بدون اینکه بخوان درگیر احساسات بشن. ولی مشکل اینجاست که وقتی رابطه ها پشت سر هم میان و میرن ذهنمون قاطی میکنه. فکر میکنیم عاشق شدیم در صورتی که فقط جذب اون هیجان شدیم. شماره 3. دلبستگی اضطرابی. اگه همیشه دنبال اینی که یکی بهت توجه کنه و بدون اون حس بی‌ارزشی داری، ممکنه سبک دلبستگیت اضطرابی باشه. تو این حالت خیلی زود طرف رو ایدئال میکنی، حتی اگه هنوز درست نشناختش. شماره 4. وسواس عشقی. این یه عشق واقعی نیست. این بیشتر یه آتش برای خواسته شدن توسط یه نفره. وقتی طرف احساست رو جواب نمیده، میری سراغ بعدی یا بدتر گیر میکنی توی یه عشق یه طرفه. شماره 5. فشار جامعه است. فیلم ها، سریال ها، حرف مردم، همه میگن اگه تنها باشی یه مشکلی داری. خب همین میتونه باعث شه وارد رابطه هایی بشیم فقط واسه این که بگیم من تنها نیستم. شماره 6. اعتیاد به حس عشق. عاشق شدن حال میده. کی دلش نمیخواد اون هیجان اول رابطه رو همیشه داشته باشه؟ ولی مشکل اینجاست که وقتی فقط دنبال اون هیجان احساسی باشی هیچ وقت به عمق رابطه نمیرسی. شماره 7. تجربه های کودکی. اگه توی بچگی کسی نبوده که بهت محبت واقعی بده، الان ممکنه دنبال پر کردن اون جای خالی باشی. با اولین نشونه محبت دلت میره، حتی اگه اون آدم تو نباشه. شماره 8. هوس به جای عشق. بعضی وقتا یه کشش جسمی رو با عشق اشتباه میگیریم، ولی بدون شناخت و درک واقعی اون کشش خیلی زود خاموش میشه و دلت میمونه و یه قلب خسته دیگه. شماره 9. تنهایی. وقتی تنها باشی دلت میخواد هر کی یه ذره بهت توجه کرد بهش دل ببندی. اما اینطوری رابطه ها فقط مسکن کوتاه مدتن. تنهایی رو باید اول از درون حل کرد. و مورد آخر اختلال شخصیت مرزیه. اگه احساست همیشه شدید و بی‌ثباته ممکنه یه اختلال پشتش باشه. آدما با یه لبخند میشن همه چیزت، بعد با یه بی‌توجهی کوچیک میری تو بحران. این فقط عشق نیست، یه زنگ خطره که باید بهش توجه بشه. ببین، عاشق شدن چیز قشنگیه، ولی اگه مدام عاشق بشی و باز دلخور، دل زده یا دل شکسته برگردی، وقتشه یه مکس کنی و ببینی چی توی درونت داره این کارو باهات میکنه. خودتو بشناس قبل از اینکه عاشق کسی بشی. تو کدوم یکی از این الگوها رو توی خودت دیدی؟ برام توی کامنت ها بنویس و اگه حس کردی این ویدیو به دردت خورد لایک و سابسکرایب یادت نره. ما اینجاییم برای یه رشد واقعی با هم. تا ویدیوی بعدی مراقب دلت باش. ممنونم یه ویدیوی دیگه از کانال مشاوره رابطه رو تماشا کردید.